مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد 27 ینور سال 2022 تخمیناً ساعت 17:20 دقیقه به وقت محلی یک گروه شهروندان نامعلوم جمهوری قرقیزستان با شمار 50 نفر از حساب ساکنان شورای دهه اقصوی ولایت بادکند در بالای پل نزدیکی دهه خوجه اعلی автомашین تمغه پورتر شهروند جمهوری تاجیکستان را کرگ میکشاند. از حدود جمهوری تاجیکستان از محله خوجه اعلی تا محله سامانیان نویه اسفره حرکت میکرد مجبوراً باز داشتند با مقصد پیشگیری چنین عملهای غیر قانونی شهروندان جمهوری قرقیزستان در سطح نمایندگان مقامات محلی و مقامات حفظ حقوق شهر اسفره ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان واخوری به نقشه گرفته شد، اما جانب قرقیزستان به ملاقات نآمده است. به جای این تخمینه ساعت 18:10 دقیقه به وقت محلی مرزبانان قرقیز که در قد پول در بالای ذکر شده موقع آتشفشانی را اشغال کرده از سلاح آتشفشان موجوده به سوی شهروند جمهوری تاجیکستان آتش کشیدند. در حال حاضر شدت تیرباران از جانب جمهوری قرقیزستان با سرعت افزایش می‌یابد. در بین ساکنان آسایشته و سرحدبانان جمهوری تاجیکستان تلفات دیده می‌شود. به مناطق نزد سرحدی ولایت بادکند کوچاندن جزو تام‌های جداگانه و جزو تام‌های حربی و تکنیکای حربی مشاهده می‌شود. عین زمان از جانب جمهوری قرقیزستان به سمت جمهوری تاجیکستان به سوی ساکنان محلی واسطه‌های نقلیات و انشاءات گوناگون اینفراستراکتوری تیرباران شدید ادامه دارد. دیدبانگاه‌های نزد سرحدی از مینامیات‌ها تیرباران کرده می‌شوند. پروازهای هواپیماهای بی‌سرنشین با ویران کردن حریم هوایی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدند. عین زمان جانب قرقیزستان با مقصد پنهان کردن عملهای غیر قانونی خود آمار را با معلومات بر دروغ و فیکی در وعا و منبع‌های گوناگون اینترنتی فعالانه کار کرد و پهن می‌کند.